اصل رأی توی ایالت‌های کلید، اصل در واقع برنده در واقع توی ایالت‌های کلیدی مشخص میشه. ایالت‌های کلیدی کدوم هاست؟ ایالت‌های کلیدی مثل مینیسوتا، میشیگان، پنسیلوانیا، فلوریدا، آریزونا، 11 تا ایالتی که به صورت کلید بهشون میگن ایالت‌های کلیدی و اینا آراشون نوسانیه، تغییر پیدا میکنه. اینا از این جهت خیلی مهمه که تو بعضی از این ایالت‌ها شانس ترامپ پایین‌تره، تو بعضی از اینا شانس ترامپ بالاتره. حالا میرسیم به در واقع تو اون ایالت‌ها بررسی می‌کنیم از سنجی‌ها رو. اتفاقی که امسال در واقع رو خواهد داد به احتمال قوی یک سناریو هاست. حالا به سناریوها میپردازیم. یک سناریوی احتمالی این هستش که ما با یه پدیده تو انتخابات آمریکا مواجه خواهیم بود به اسم پدیده رد میراژ. رد میراژ یعنی سراب سرخ. اینا میگن که با توجه به اینکه دموکرات‌ها به دلیل نگرانی از کرونا تمایل دارن که به صورت پستی رأی بدن و با تأخیری که توی شمارش آرای پستی به وجود میاد، رأی دموکرات‌ها تو شب انتخابات تقریبا مشخص نمیشه. ولی چون رفقا به صورت حضوری میرن و رأیش خودشون رو ثبت میکنن و آرای حضوری معمولا نتیجهش تو شب انتخابات مشخص میشه، ترامپ به احتمال زیاد تو شب انتخابات برنده است. ولی رسانه ها الان چیزی که بهش میگن سراب سرخ میگن یه سرابه، ترامپ برنده نشده. ترامپ احتمالاً به صورت زود هنگام اعلام میکنه که شب انتخابات من برنده انتخاب شدم، ولی به مرور با شمارش آرای پستی و با مشارکتی که الان دموکرات‌ها کردن احتمالاً نتایج به نفع بایدن تغییر پیدا میکنه. این یکی از سناریوها و احتمالات.